سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم با ماشین گردشی داشته باشیم در شهر زیبای رشت. امروز پنجشنبه 23 شهریور ماه هست و رشت سرد و بارونیه. در این ویدیو ابتدا از گلسار به سمت خیابون تختی، بعد به سمت شهرداری، به سمت باغ محتشم، خیابان ضیابری، خیابان شهدای مدافع سلامت یا همون خیابون بیمارستان رازی، بعد از فلکه رازی به سمت یخسازی و میدون جهاد خواهیم رفت. متاسفانه رانندگی در شهر رشت در روزهای بارانی خیلی سخت‌تر میشه و همینطور که در ولاگ خواهید دید، نزدن راهنما و سبقت از راست یکی از در کارهای خطرناک راننده است. در ضمن ولاگ‌های دیگری از رانندگی در رشت هم در کانال قرار دادیم که لینکش رو در قسمت توضیحات ویدیو براتون میذاریم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.